اشک رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خوانده‌ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند. در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگمان باد این جان، شرممان باد این زان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد میآوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33مین گردهمایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.